خدا یکتاست. در ایمان مسیح فقط یک خدا وجود دارد. او یکتاست و خدایی جز او نیست. اما خودش را در سه نقص برای ما آشکار می‌کند تا ما انسان‌ها بتوانیم او را بشناسیم و نجات پیدا کنیم. خورشید یکی است، اما نور، گرما و خود قرص خورشید هر سه یکی است. یک زن می‌تواند همزمان دختر پدرش، خواهر برادرش و عمه بچه‌های برادرش باشد. سه نقش متفاوت اما یک نفر است. پدر آسمانی، خدا، سرچشمه زندگی و منبع محبت است. او پدری مهربان است که همه مخلوقاتش را محافظت و راهنمایی می‌کند. پدر بودن خدا برای ما به معنای رابطه‌ای پر از عشق است. همانطور که یک پدر دلسوز فرزندش را راهنمایی و محافظت می‌کند، خدا هم برای ما چنین است. مثل ریشه درخت است. ریشه دیده نمی‌شود، اما تمام حیات درخت از آن سرچشمه می‌گیرد. خدا هم سرچشمه همه چیز است. پسر، کلام خدا. خدا کلام زنده اش را آشکار کرد و عیسی مسیح خداوند کلام زنده خداست که در جسم زمینی آشکار شد. او آمد تا عشق خدا را نشان دهد و انسانها را به آغوش پدر برگرداند. وقتی انسان فکرش را به زبان می آورد، دیگران می توانند او را بشناسند. عیسی همان بیان آشکار فکر و اراده خداست. مثل آینه‌ای که تصویر واقعی را نشان می دهد. عیسی تصویر ذات خداست که برای نجات ما به دنیای سقوط کرده آمد. روح خدا، روح القدس. روح خدا حضور زنده او درون ماست. او راهنمای ماست. حقیقت را آشکار می کند، آرامش می دهد و ما را از گناهانمان تقدیس کرده و نیروی تازه می بخشد. باد دیده نمی شود، اما اثرش روی برگها دیده می شود. روح خدا هم دیده نمی شود، اما قلب ما را تغییر می دهد. مثل نفس کشیدن است. کسی نفس را نمی بیند، اما بدون آن حیات ممکن نیست. روح خدا هم نفس روحانی ماست که روح ما را از مرگ زنده می کند. سه نقش، حقیقت یگانه. خدا حقیقتی است که در سه نقش برای ما آشکار شده. پدر، سرچشمه آفرینش و محبت. پسر، کلام زنده و نجات دهنده. روح، حضور زنده خدا در درون ما. این سه جدا از هم نیستند، بلکه یکی هستند و یک ذات دارند. آب می تواند مایع، بخار یا یخ باشد. سه شکل مختلف، اما همیشه آب است. یک انسان می تواند همزمان پدر خانواده‌اش، مدیر محل کار و دوست نزدیک دیگران باشد. اما شخص یکی است.